رهبران روسیه و ترکیه وعده دادند که روابط تیره دو کشور را که بیش از نیم سال ادامه کرد ترمیم میکنند و همکاری بین دو طرف در حل مشکلات منطقوی کمک خواهد کرد. 7 ماه پیش ترکیه یک هواپیمای جنگی روسیه را در مرز سوریه سرنگون کرد و بین دو کشور ماجرا برخاست. سفر رجب طیب اردوغان به روسیه که بعد کوشش تبادلات ناکام در ترکیه صورت گرفت اولین سفرش به خارج و سفر رمزی دانسته شده است. در این باره همکارمان طاهر سفر قدرت شهیدی شارح مسائل ترکیه در رادیوی فردا را به استودیو دعوت کرد. قدرت به برنامه ما خوش آمدید و میتوان گفت که سفر رجب طیب اردوغان یک شریک مهم غرب به روسیه این پیام را هم دارد که ما انتخاب‌های دیگر برای شریکی و هم پیمانی داریم، یعنی منظورم ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو و کشوری که اقتصادش شدیداً وابسته به کشورهای غربی به ویژه اروپا و آمریکا هستش، این نگرانی رو در اروپا و آمریکا به وجود آورده که نزدیکی آقای اردوغان به ولادیمیر پوتین و نزدیکی سیاست‌های این دو رهبر در منطقه خاورمیانه میتونه مسائل پیچیده‌ای رو در حداقل منطقه خاورمیانه و در سطح بین‌المللی برای اروپایی‌ها و برای آمریکایی‌ها به وجود بیاره. و پس میتوان گفت که این سفر اردوغان به روسیه غرب را عصبانی کرده است. تا حدودی عصبانی و تا حدودی نگران کرده، برای اینکه آقای اردوغان بعد از ماجرای کودتای نافرجام 15 جولای و واکنشی که انتظار داشت از غرب اون واکنش رو ندید. هنوز آمریکا آقای فتح‌الله گولن رو که در پنسیلوانیا زندگی میکنه به ترکیه نفرستاده و کشورهای اروپایی هم اتحادیه اروپا به ویژه فشار میارن به ترکیه که موازین دموکراسی و حقوق شهروندی افرادی رو که بازداشت شدن که حدود 15,000 نفر هست و 60,000 نفری که اخراج شدن، حقوق شهروندی اونها رو ترکیه رعایت بکنه که آقای اردوغان میگه این مسائل داخلی ترکیه است و ربطی به اروپا و آمریکا نداره. این یک موضوع پرتنش هست و موضوع دیگه هم هست که اقتصاد ترکیه به نوعی هست که احتیاج داره به روابط تجاری گسترده تر با روسیه از طرفی و با کشورهای غربی از طرف دیگه و این چرخشی که آقای اردوغان در سیاست خودش نشون داده در هفته‌های اخیر نشون میده که میخواد هم از طرف غرب مورد حمایت باشه ولیکن دستورات اونها رو اجرا نکنه، ولی از طرف شرق از طرف روسیه هم مورد حمایت باشه و با روسیه سر مسائل سیاسی به ویژه مسئله سوریه همکاری بکنه. و با وجود وعده ترمیم روابط بین ترکیه و روسیه، آیا این اختلافات عمیق نظری که روسیه و ترکیه در مسائل سوریه دارند به آسانی رفع کردن ممکن است یا؟ این اختلافات عمقش و شدتش از چند ماه پیش کمتر شده و ملاقات دیروزش با آقای پوتین هم بر این مسئله تاکید کرد آقای اردوغان که روسیه و ترکیه میتونن بر سر حل بحران سیاسی و بحران اقتصادی و انسانی سوریه نوعی با همدیگه همکاری بکنن و حتی آقای اردوغان اشاره کرد به کشورهای مانند ایران، عربستان، قطر و آمریکا که میتونن همکاری بکنن برای حل این بحران. یعنی نشون میده که آقای اردوغان حتی حاضر هست سر بحران سوریه و سر اصرارش بر برکناری اسد در مقابل روسیه کوتاه بیاد. تشکر. همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا صحبت میکرد. تشکر قدرت. میکنم.